بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و همچنین ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، دوستداران و یاران و همراهان همیشگی برنامه سفره دل. خدا را شکر یک بار دیگه هم این فرصت نصیب شد تا به همراه شما عزیزان گرد هم بیایم و درددلی داشته باشیم، گپی زده باشیم و صحبتی داشته باشیم درباره برخی از آنچه که دل مشغله ماست و آنچه که در سفره دل ما رو به خود مشغول داشته است. امروز هم میخوایم با شما با عزیزان در یک موضوع جدید در همین حول و حوش سفره خودمون صحبت دیگری داشته باشیم به همراه جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز از راه دور همراه ما هستند. هرچند که دورن، گر در یمنی چه با منی پیش منی، گر پیش منی چه بی منی در یمنی، من با تو چنانم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی. تقدیم به خدمت جناب دکتر عمرای عزیز از طرف خودم و همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. جناب دکتر عرض سلام و ادب و احترام. خوش آمدید جناب دکتر. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به استاد سلیمانی خوش‌ذوق و سایر دست همکاران شبکه جهانی وصال حق و همچنین عرض ادب و سلام و احترام دارم به بینندگان عزیزی که ما رو همراهی میکنن در برنامه سفره دل و از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید تا در خدمت شما و بینندگان باشم کمال سپاس رو دارم از شما و از شبکه جهانی وصال حق. در خدمت هستم استاد سلیمان. خدمت از ما جناب دکتر، افتخار دادید، قدم رنجه فرمودید و به سفره خودتون سفره دل خوش اومدید. در سفره صحبت از سفره است. اجازه بدید از مقداری از سفره صحبت کنیم. آنچه که در سفره زیاد جلب توجه میکنه غذاست و وقتی که صحبت از غذا میشه هم مهمترین چیزی که برای بعضی ها خیلی حساسیت برانگیز نمک غذاست. میگن که غذا نباید شور باشه، نباید بی نمک باشه. گرچه هستن عزیزانی که بعض پوزش دوست دارن که نمک این غذاشون نمکش یا بیشتر باشه یا اصلا کلا بی نمک باشه، اما نمک در کل برای غذا لازمیه به اندازه اون چیزی که غذا نیاز داره. اگه نمکش زیاد شد شور میشه، شاید ذائقه بعضی ها بپسنده، اما غالب کسانی که کنار سفره می نشینند تا دلی از غذا در بیارند و شکمی از غذا پر کنند نمیپسندند. بی نمک هم باشه باز به قول یک از دوستان شیرین میشه، اما به تعبیر دیگه همون بی نمک میمونه دیگه، بی نمکه. در زندگی میگن آنچه که در سفره دل، غذایی که در سفره دل زندگی ما گذاشته میشه مهمه نمک زندگیه و این نمک زندگی رو میگن که این بگو مگوها، این دعواها، این مشکلاتی که در زندگی به وجود میاد همون نمک زندگی. نمیدونم تا چه حدی شما با این تعبیر موافقید یا نیستید، اما به هر حال خیلی جاها اینو میشنویم که میگن مشکلات نمک زندگی است. امروز میخوایم به همراه شما عزیزان در موضوع مشکلات خانوادگی یا مشکلات همسران، مشکلات زناشویی با هم صحبت بکنیم. راه حل مشکلات زناشویی که اگر حالا این نمک بیشتر شد، یک کمی شور شد یا بی نمک اصلا
میشه که بی‌نمک بشه توی زندگیمون، یعنی مشکلی پیش نیاد. آیا وجود مشکل در زندگی نشان از شکست در زندگی است؟ آیا بگو مگوی ایجاد بشه، ناراحتی ایجاد بشه؟ چه بسا آزرده خاطر میشه یکی از همسران به دلایل مختلف که بررسی خواهیم کرد انشاءالله در این برنامه. و این آزرده خاطر بودن سبب میشه که انسان در زندگی احساس بکنه که یک مشکلی وجود داره. این مشکلات در زندگی، چه در بین دو همسر، چه در فضای داخل خانواده، احیانا احساسی به ما دست میده با وجود این مشکلات و مشاهده این مشکلات که احساس منفی است. چه بسا خیلی احساس میکنن که این نشان شکست در زندگی است. مشکلات در زندگی، راه حل مشکلات، اسباب این مشکلات اصلا از کجا به وجود میان و افراد در معامله و برخورد با این مشکلات چند دسته هستند. تا چه حدی ما میتونیم که این مشکلات رو به تنهایی حل بکنیم، تا چه محدوده‌ای باید خودمون اقدام بکنیم، چه جاهایی نیاز هست که ما برای حل یک مشکل در فضای خانواده، الان خصوص بین زن و شوهر، ما از دیگران خارج از این مجموعه، از فضای خانواده، از محیط خانه خودمون مقدار بیرونتر بریم و از دیگران کمک بگیریم. همه این موارد و بیشتر انشاءالله در برنامه امروز به همراه شما عزیزان و جناب دکتر بررسی خواهیم کرد. در ابتدا اجازه بدید من از جناب دکتر موضوع رو با این سوال بپرسم و آغاز بکنم که جناب دکتر، وقتی صحبت از مشکلات در بین زن و شوهر میشه و همسر میشه، منظورم از مشکل چی هست؟ چه برخوردی، چه رفتاری، چه گفتاری، چه پنداری مشکل حساب میشه اصلا؟ منظور از مشکل چی هست؟ این رو اگر در ابتدا برای ما بینندگان توضیح بدید تا راحت‌تر بتونیم موضوع رو ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. در ابتدا ما برای کسی تمنای مشکل نداریم و امیدواریم که انشالله همیشه زندگی ها بر پایه خوشبختی و سعادت و محبت و صمیمیت برقرار بشه و دو ستون واقعی سعادت یک خانواده، اولش همون فراهم کردن اسباب محبت و استمرار اون محبت و صمیمیت در خانواده است و دور ریختن اسباب مشکلات و اختلافاتی که احیانا در محیط خانوادگی به وجود میاد. حالا آیا همیشه مشکلات به وجود میاد در یک خانواده، سوء تفاهمات، اختلافات؟ این وجودش طبیعی است و این تعبیر اینی که به اصطلاح مشکلات نمک زندگی است در واقع یک تعبیر شیرین است از همین معنا که باید با این موارد ساخت و این برداشت رو ازش داشته باشیم که همیشه در دوری ها محبت هست. وقتی که یک انسانی از محیطی و از جامعه‌ای، از دوستانی که با اونها انس گرفته، در مدت زمان این انس به صورت روتین در اومده، لذتش رو از دست داده، وقتی سفر چند روزه‌ای به اصطلاح صورت میگیره و بر میگرده دوست، فقدانش خیلی سخت هست، دوریش خیلی سخته و اومدنش خیلی لذت بخشه. واسه همین در دقیقاً و در فضای مشکلات در واقع یک نوع دوری عاطفی صورت میگیره. دو تا فرد بر اساس یک کدورتی که به وجود میاد، اختلافی که به وجود میاد، از هم عاطفتاً به اصطلاح فاصله میگیرن. بعد از اون کم کم این خشم خاموش میشه و افراد قدر محبت، قدر نزدیکی به همدیگر رو میدونند و وقتی برمیگردند با یک شیفتگی خاص دیگه‌ای برمیگردند. اصولاً چرا مشکلات به وجود میاد؟ خب اینم باز برمیگرده به خود شخصیت زن و مرد. مرد وقتی حرف میزنه یا رفتار میکنه با
یه زن با همون دیدگاه مردانگی خودش برخورد میکنه. خب شخصیت مرد غیر از شخصیت زن هست و همچنین زن وقتی که به اصطلاح با مرد رفتار میکنه، داره به اصطلاح سلوکیه و زباناً حرف میزنه، یک واکنشی انجام میده، اون واکنش در واقع واکنش یک نوع واکنش زنانگی هست که با طبیعت مرد به اصطلاح مختلف هست. این اختلاف طباع بین زن و مرد خب باعث میشه که به اصطلاح یک نوع کدورت های احیانا به وجود بیاد، یه نوع سوء تفاهماتی به وجود بیاد. اصولا در علم روانشناسی میگن که مردها بیشتر بر قسمت چپ مخشون به اصطلاح اعتماد دارند و استفاده میکنند ازش، که این قسمت چپ مخ بیشتر حالت تحلیلگرایی داره، حالت شناخت و تنظیم و نمیدونم مدیریت و تصمیم گیری و برنامه ریزی و از اینجور مسائل به اصطلاح بیشتر روش حساب میکنیم. همین ما میبینیم که مثلا بیشتر افرادی که مثلا مردا در قضیه حساب و کتاب در تخصصات ریاضیات و فیزیک از خانم ها جلوترن. در مقابل میبینیم بفرمایید. در مجموع عرض کردم که در مجموع بیشتر هست. حالا شاید مثلا نمونه‌های فردی در رقابت بالاتر برن، چون بعضی از خواهران حالا بر نخوره بهشون بگن که ما خب تو المپیادها و تو مسابقات ریاضی و فیزیک ما اول شدیم و دوم شدیم. یعنی در مجموع مردها در این حساب قوی تر. بله دقیقاً. حالتهای استثنایی به وجود میاد. در حال مردهایی هستند که از قدرت‌ها و توانمندی‌هایی که خداوند بهشون داده استفاده نمی‌کنند و خانم‌هایی هستند که باز از توانمندی‌های خاص خانم‌ها باز استفاده نمی‌کنند. مردهایی هستند که به اصطلاح بنا به دلایلی زن‌نما میشن و خانم‌هایی هستند که ویژگی‌های مردها رو بنا به دلایلی برای خودشون میپسندند و قبول میکنند، یا اون ریتم جامعه‌ای که توش هستند، فضای جامعه‌ای که هستند اونها رو به این سو سوق میده، به خصوص اگر از نظر شخصیتی ضعیف باشند. در مقابل به اصطلاح خانم‌ها رو داریم که بیشتر از جانب راست مخشون استفاده میکنند و اون هم بیشتر جانب عاطفه هست، خیال هست، نوع ابتکار هست، ذوق و سلیقه هست. به هر حال زن شخصیت خودش رو داره، مثلا مشهور است و معهود هم هست که زنها مثلا بیشتر حرف میزنن و مردها خاموش طبع‌تر هستن، مردها بیشتر فکر میکنن، زنها یه مقداری نه اینکه زنها فکر نمی کنند، اما زنها فکرشون خارجی هست، به این معنا که مثلا وقتی میخوان یه مسئله رو تحلیل کنن، وقتی شما یه مورد رو ازش میخواید بپرسید، شروع میکنه مباشرتاً به حرف زدن و در اثنای حرف زدن تفکیرش در واقع تفکیر به اصطلاح خارجی هست. در اثنای حرف زدن داره فکر میکنه و به هر حال بعد از یک مقدمه طولانی شما رو به جواب میرسونه. همینی که مثلا میبینیم که همیشه زنها به طور متوسط زنها در روز 18,000 کلمه حرف میزنن، در مقابل مثلا مردها 8,000 کلمه حرف میزنن. خیلی به اصطلاح تفاوت زیاد هست. اما در مجموع وقتی که یک زندگی زناشویی برپا میشه، یه زندگی هست که با کلمه الله و رضایت خداوند متعال دو انسان از هم بیگانه، دو انسانی که به اصطلاح نامحرم بودند محرم میشن. و الله جعل لكم من انفسکم ازواجا، خداوند از بین خود شما برای شما همسرانی همتایانی آفرید و این روند زندگی به این صورت ادامه پیدا میکنه. و جعل لكم من ازواجکم بنین و حفده، و از این ازدواج به اصطلاح ثمره این ازدواج که همون فرزندان و نوادگان باشند به وجود میاد. یک فضایی است که فضای محبت هست و جعل بینکم مودة و رحمت هست، صمیمیت، و این فضا البته اختیارش دست خود ما هست. فرمان این به اصطلاح فضای زندگی دست ماست. ما این که اختیار داریم و توان این رو داریم که این زندگی رو یک باغ سرسبز محبت و یک بهشتی در این دنیا قرار بدیم که در فضای اون صمیمیت باشه، خوشبختی باشه، سعادت باشه. و ما این که هم به اختیار خودمون، با تصرفات خودمون، با رفتار خودمون
با کردار خودمون بیاییم این زندگی رو یک فضای جهنم نمایی کنیم، پر از دردسر، پر از مشکلات، پر از بدبختی ها و نگونبختی ها، یا یک حالت نرمال طبیعی که بسیار در خیلی از زندگی های سرد که در واقع یک نوع طلاق عاطفی در اونجا صورت گرفته، به خصوص زندگی هایی که در اون رابطه زن و مرد بیشتر به رابطه دو تا رفیق یا دو تا نیازمند به همدیگه که هر دوتا بسیار کارمند هستند، به هر حال نیاز به یک به اصطلاح خوابگاه مشترک دارن، نیاز به یک زندگی برایشون، خانه برایشون بیشتر به یک رستوران شبیه، به یک خوابگاه یا یک هتل شبیه که در اون نه آرامشی هست، نه محبتی و نه عشق و صمیمیتی. این هم اختیار خود ماست، خود ما هستیم که به چه صورتی بخوایم زندگی خودمون رو میتونیم برنامه ریزی کنیم. مهم این است که در این فضا وقتی که مشکلاتی به وجود میاد، وقتی به گومگوهایی به وجود میاد، اختلاف سلیقه‌ای هست، هر موردی که هست، ما با چه دیدی به این مشکلات نگاه کنیم. آیا این مشکلات رو یک نوع تجربه میدونیم که به هر حال مسیر زندگی است و در مراحل مختلف زندگی انسان با دیدگاه‌های مختلفی آشنا میشه، با تصورات مختلفی آشنا میشه. خب این تجربه است، یک ساختار شخصیتی جدید هست، یک امتحان هست که من در اون خودم رو بشناسم، یک قدرت‌ها و تحمل و توانمندی‌های خودم رو بشناسم، طرف مقابل رو بشناسم و بدونم که این به هر حال یک موقتی هست و همدیگر رو بیشتر میشناسیم و یادآوری هست برای نعمت‌های الهی و یه نیازی هم که خداوند متعال در طرفین گذاشته، یه نیاز عاطفی. این در واقع در بسیاری از مراحل یه مشکلی پیش میاد، کدورتی پیش میاد، یک خشمی هست نهفته در دلها، اما از قدیم گفتن که کلاغ از به اصطلاح درخت گردو قهر نمیشه، نیازمند هست، یه مدتی قار میشه، میره دور میره از این درخت، بعد که نیازش شد باز میاد با درخت گردو آشتی میکنه. در واقع همین نیاز متبادلی که بین به اصطلاح خانم ها و آقایون هست در زندگی زناشویی، نیاز عاطفی، این هم یکی از بزرگترین حل هایی هست که طرفین بنا به نیاز میاند از اون حقی که به اصطلاح برای خودشون گمان میکردن، از اون خشمی که داشتن پایین میاند و با همدیگه بدون مقدمه و بدون هیچی صلح میکنن. بعد از اون اگر یک غرغری نقنقی زدن نه یا نزدن، قضیه به فراموشی سپرده میشه. بیشتر مشکلات عاطفی یا مشکلات زناشویی با این صورت همینطور بدون تدخل، بدون دخالت این و اون، بدون اصلا مطرح شدن قضیه مشکل به اصطلاح به این صورت به سادگی حل میشه. جناب دکتر، حالا در فضای داخل خانواده که شما فرمودید، خب به هر حال فضایی هست که محبت هست، مودت هست و به هر حال فضایی است که دو نفر همدیگر رو انتخاب میکنن و شریک زندگی همدیگه میشن و باید این فضا باشه و حاکم باشه. چه عواملی رو شما و چه اسبابی رو شما سبب میدونید در ایجاد این مشکل؟ ریشه این مشکلات کجاست؟ وقتی که ما میبینیم خب مشکل پیش میاد، بعضی وقتا ما میبینیم، بعضی وقتا حتی این مشکلات حاد میشه، خیلی وقتا چه بسا خدای نکرده که کل کانون خانواده رو تحت شعاع قرار میده و چه بسا که به طلاق میکشه. ریشه این مشکلات و اسباب این مشکلات رو شما در چه مواردی میبینید؟ ببینید، این عواملی که باعث میشه که مشکل به وجود بیاد یا سوء تفاهم به وجود بیاد یا همون خروس جنگی خانوادگی به وجود بیاد، در واقع برمیگرده بعضیشون به طبیعت افراد، طبیعت بشری هر فرد، شخصیتش. چون که در واقع در زندگی زناشویی اون اتیکت ها برداشته میشه. شما کسی رو که بسیار در کلاس درس میبینید، در سر کار میبینید، تو خیابون میبینید، دوستی عزیزی، یک نوع شخصیت به اصطلاح کذایی و ساختگی از خودش بروز میده که اون به اصطلاح نیازی که به هم دیگه دارید نوعی مودت هست، نوعی صداقت هست، همکاری هست، نمیدونم همون فضایی که توش هستید یک نوع به اصطلاح نیازی ایشون دارن برای حفظ این فضا و یه نیازی شما دارید، یه نوع شخصیت کذایی از خودتون بروز میدید.
در خانه این مسائل ذوب میشه. حقیقت افراد، شخصیت افراد کاملا عریان میشه و جلوی رو میاد. این شخصیت وقتی که به این صورت پیش میاد احیانا باعث یک نوع به اصطلاح برخوردها میشه و یک نوع تنش‌ها به وجود میاد. بعضی از موارد هست که موارد تأثیرات خارجی هست، جامعه، اطرافیان و اجتماع میتونه به اصطلاح یه نقشی داشته باشه. برخی هم برمیگرده به قواعد زندگی زناشویی، حقوق همدیگر رو نمیدونن که به اصطلاح حد و مرزها کجاست، مرزبندی درست نشده، تعریف نشده این مسائل. حالا چرا تعریف نشده؟ آیا مثلا فضای خانوادگی چنین بار اومده، افراد چنین بار اومدن، یا اصلا فضای خانوادگی رو نچشیدن، ندیدن، افرادی بودن که به اصطلاح بیشتر عمرشون در خارج از خانه یا محیط خانواده بوده، یا جو خانوادگی توش بودن یک جو متشنج بوده. از نظر علمی و درایت فهم و درک حقوق و مسئولیت ها و واجبات خودشون در قبال همدیگه ناآگاه هستن. همه این مسائل میتونه به اصطلاح باعث بشه که در فضای خانواده یه فضای متشنجی به بار بیاد. اجازه بدید جناب دکتر درباره همون مورد اولی که شما صحبت فرمودید، به خاطر اینکه ملموس‌تر باشه به هر حال صحبتمون و بحثمون به نتایج بهتری برسیم، یکی از مهمترین موارد شما اشاره فرمودید بحث تفاوت شخصیتی است. وقتی که اساس از کجا بفهمیم مشکلی که به وجود اومده به خاطر این مورد هست و مواردی که در بحث تفاوت شخصیت‌ها سوال حلش چی است، چیکار می‌تونیم بکنیم که مشکل رو حل بکنیم. یک شخصیتی هست بالاخره تو یک فضای زندگی کرده، با یک سابقه‌ای، با یک فرهنگی، با یک سری باورها و به هر حال رفتارهایی، الان اومده و کنار یک شخص دیگری قرار گرفته و در فضای داخل یک خانه با هم ذوب شدن و این مشکلی که بر اساس شخصیت هاست، چطور ما میتونیم این رو حل بکنیم؟ شخصیت شخص رو که نمیشه به این راحتی ها عوضش کرد. من چطور میتونم مثلا من نوعی با همسر خودم که یک عمری با این اخلاق، رفتار، کردار، باور رشد کرده و الان میدونم که مشکل من با ایشون، مشکلی که وجود اومده به خاطر این تفاوت شخصیتی هست، اینو چطور میشه حلش کرد؟ بله، همونطور که اشاره شد مثلا در قضایای به اصطلاح عریان شدن در مقابل همدیگه از نظر شخصیتی، این که به اصطلاح به هر حال قبل از ازدواج، به خصوص در افرادی که با هم آشناییشون به اصطلاح عمری نداره، به خصوص در افرادی که به اصطلاح یا همسایه نبودند یا از یک فامیل و خانواده نیستند، اینها قبل از ازدواج بیشتر حالت شکار و شکارچی رو داشتن. هم دختر به اصطلاح یک شکارچی بود که میخواست پسر رو کسب کنه. خب شکارچی همیشه دونه میندازه و اون واقعیت رو پنهان میکنه، دامی که زیر خاک هست پنهان میشه. همینطور آقا پسر هم وعده وعیدا میداده و قولها و نمیدونم لبخندهای 2 متری و نمیدونم قهقهه و اینا. وقتی بیاد تو فضای خانواده دیگه اون شخصیت کذایی سرابگونه از بین میره، حقایق به وجود بروز میکنه. اینجاست که تازه فرد میفهمه که به اصطلاح این آقا خیلی آدم اخمویی هست، خیلی عصبانی هست، خیلی بد زبان هست. این کسی که به اصطلاح زبان شیرینش محله رو به اصطلاح قنادی باز میکرد باش، الان شده یه چیزی دیگه، اصلا کلا آدم بی احترامی هست، اصلا توجهی نداره و از این حرفا. اون خانومی که با اون چرب زبانی و با اون خوش زبانی و اون رفتارش دیده بود، دید که الان نه، همین که به اصطلاح پرده ها کنار رفت، دید که یک انسان کاملا لجوجی هست، بسیار تنبل هست، هی جر و بحث میکنه، به اصطلاح این شخصیتش کاملا یه شخصیت جدید شد. حالا این یه واقعیتی هست، اتفاق افتاد. خب در شناخت، در به اصطلاح صورت گرفتن این اتفاق، هر دو طرف به اصطلاح اینجا اشتباه کردن. لازم بود که این شناخت ها قبلا بیشتر بشه و افراد بهتر هم دیگر رو بشناسن. حالا نشد، اومدیم یک ازدواج صورت گرفت و همچنین موردی بعد از ازدواج اطراف به اصطلاح کشف کردن که بله اینطوری من گمانم چی بود، الان چی شد.
یکی مهمترین حل اینه که ما به هر حال یک اتفاقی هست که اتفاق افتاده و ما در بسیار بروز این اتفاق سهیم هستیم، یعنی مسئولیت داریم. کوتاهی کردیم، اشتباه کردیم، هرچی شد الان به وجود اومده. مهمترین مورد این است که ما سعی کنیم که این مشکل رو حلش کنیم. حالا حل این مشکل هم آسان نخواهد بود. کسی که 30 سال آزگار توی یک خانواده بدزبانی بوده، همیشه فحش و ناسزا و تو زود از کوره در میرفته، حالا ما بیایم بعد از 30 سال این فرد رو بیایم درستش کنیم، به اصطلاح بیا آدم درستش کنیم، خب حداقل وقت طولانی رو میگیره. بهترین راهش این است که ما این رو بیاریم با رفتار و سلوک انسانی که همون رفتار قرآنی باشه، این رو بیشتر آشناش کنیم. هرچه انسان به خداش و به مبادئ و مفاهیم دینی نزدیکتر بشه، اصلاحش هم آسونتر هست، تفهیمش هم آسونتر هست. چرا که الان یک به اصطلاح رقیبی رو برای خودش میشناسه، خدا رو میشناسه، وقتی بهش میگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، کسایی که خشمشون رو فرودکش میکنن، کسایی که از مردم گذشت میکنن، اینا خداوند اینها رو دوست داره، اینا محسن هستن. و اذا ما غضبوا هم یغفرون، اگر خشم گرفتن گذشت میکنند و اینها در نزد خداوند جایگاه خاصی دارند. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونایی که تلاش میکنند که خودشون رو تغییر بدن و به سوی خدا بیان، خداوند این فضا رو برایشون مهیا میکنه. خب به این صورت ما یکدیگر رو میتونیم اصلاح کنیم، میتونیم مهار کنیم، حتما اون خشمش رو به اصطلاح فروکش بدیم. راههای به اصطلاح این رفتار بدی که در اون شد، حالا خشم هست، حالا لجاجت هست، حالا تنبلی هست، حالا جر و بحث هست، هرچی هست، این رو بیشتر به اصطلاح به نوعی کنترل کنیم. حالا این صفت ها یا این ویژگی ها چه در خانم باشه چه در آقا، بیشترین مسئولیت بر دوش آقایون هست در این باب، که به هر حال قدرت تحملشون، قدرت صبرشون بیشتر هست و اصلا کلا مسئولیتشون در حفظ خانواده و چارچوبه خانواده بیشتر هست و گذشتشون، انتظار گذشت از اونها هم بیشتر هست. واسه همینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اونها زیاد سفارش کرده، استوصوا بالنساء خیرا، با خانم ها خوب برخورد کنید، رفتارتون با خانم ها خوب باشه و این رو در تصور داشته باشید که به هر حال خانم یک تصویر زیبایی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از شخصیت خانم ها تصویر کرده که بیشتر در واقع مسئولیت آقایون رو بالا میبره و اون این است که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که یک خانم از سینه مرد آفریده شد. وقتی خداوند متعال انسان رو خلق کرد، هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، انسان رو خلق کرد و از انسان همسرش رو آفرید، از آدم و از مرد همسرش رو آفرید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماند از قفسه سینه بود و از همون استخوان بالای قفسه سینه که خیلی کج هست. حالا این طبیعتش اینطور هست، فطرتش اینطور کج هست، اگه شما بخوای این رو راستش کنی میشکنیش. پس هیچ راهی نیست مگر اینه که به همون وضعی که هست بسازی. به این معنا که اگر همچنین مواردی در همسر بود، الان وظیفه مرد این رو اقتضا میکنه که با این وضعی که هست بسازه و با مرور زمان خیلی از موارد حل میشه. بیشتر از مشکلاتی که در به این صورت در انسان ظاهر میشه و در محیط خانواده به وجود میاد، مشکلاتی که یک نوع سوء تفاهمی باعث شده که اونها بروز میاد، یک نوع برخورد آنی اونها رو به بروز به اصطلاح داده، این مشکلات بیشتر با گذشت زمان حل میشه و این هم به هر حال دستور رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست به آقایون که آقایون نکنه که به اصطلاح خانماتون رو به اصطلاح طرد کنید، از قلبتون بیرون برانید. چرا؟ چون که لا یفرق مؤمن مؤمنة،
چرا که خیلی وقتا هست که یک صفت ویژگی زشتی در اونها شما به اصطلاح ملاحظه میکنید، اما یادتون نره که خیلی صفاتهای خوب هم دارن. یعنی این یک نوع به اصطلاح نگاه کردن به جوانب منفی در حالی که شما جوانب مثبت رو در فرد هم جلوی چشمتون دارید. اینجاست که به اصطلاح اون منفی یا جوانب منفی در فرد کم رنگ میشه و مشکلات به اصطلاح خود به خود از سر راه کنار میره. خیلی ممنون جناب دکتر. اجازه بدید میان برنامه به همراه شما و بیننده‌های عزیز ببینیم. برمیگردیم ان شاءالله همچنان درباره این موضوع صحبت بیشتری خواهیم داشت که احیانا اگر نمک غذامون شور شد در زندگی، یک کمی مشکلاتی پیش اومد که احساس میکنیم که کام زندگی ما رو از اون حالت شیرینی یک کمی خارج کرده، چیکار باید بکنیم؟ موارد مختلفی هست که خیلی از ماها جای سوال داره برامون در موضوعات مختلف، برخوردهای مختلف که چطور واکنش نشون بدیم. برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه هو رحمة للعالمين وأجل كل المرسلين الصادق الوعد الأمين صلوا عليه صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى طه حبيبي صلوا يهفو لنا يا سعدنا يشتاق لقياه بنا أواه فاض حنيننا صلوا عليه على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بمحمد قلبي أضاء يا رب فامنن باللقاء من حوضه أرجو ارتواء بين يديه صلوا عليه على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. از الله متعال آرزومندیم که تمام مشتاقان زیارت حرمین شریفین رو بارها و بارها نصیب بکنه که این اماکن مقدس رو از نزدیک زیارت بکنند. همچنان در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم با راه حل‌های مشکلات زناشویی یا مشکلات زن و شوهر در فضای داخل خانه. جناب دکتر، اگر دوربری‌ها دخالت می‌کردن در فضای داخل خانه و سنگ‌اندازی می‌کردن، چیکار باید کرد؟ اولا اینی که دوربری ها، خانواده، همسایگان، دوستان این دخالت کردن یا سنگ پروندن که به اصطلاح ما خیلی باش حساسیت نشون میدیم، اولا این رو باید مد نظر داشته باشیم این طبیعی است، چون ما در یک جامعه زندگی میکنیم، در بین اطراف و فامیل و همه اینا هست. خب یه افرادی هستن که خب به حد و مرز خودشون رو میشناسن، میدونن که در چه مواردی باید حرف زد، کجا حرف زد، کجا حرف نزد، چه مواردی به من ربط داره و چه مواردی به من ربط نداره. اینا افرادی هستن که دیگه صیقل داده شده هستند، افراد بسیار خوبند، بسیار مؤمنان خوبی هستند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینا رو از مؤمنان خوب به اصطلاح به شمار میاره که به اصطلاح من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، از خوبی یک مؤمن اینه که در اون چیزی که به اون ربط نداره دخالت نکنه. حالا همه جامعه که اینطور نیست، همه جامعه این خوبا نیستن، اطرافیان به هر حال به گونه ای تأثیر خواهند داشت، بسیار یا تأثیر منفی یا مثبت. برخورد به اصطلاح شیوه برخورد خیشان همسر با مرد یا شیوه برخورد اطرافیان یا خیشان زن شوهر با به اصطلاح همسر، برادر شوهرها، خواهر شوهرها یا در مقابل برادر خواهر زنها، نمیدونم مادر زن به اصطلاح هی میتونه وسواس کنه خواهرای زن که از شوهرت اینو بخوا اونو بخوا، این حقته، شوهر فلانی رو ببین چی کار کرد، داماد دوم دیگر رو ببین که به اصطلاح چطور به همسرش میرسه، خواهرت رو ببین وضع زندگیشو، حالا این شوهرت ببین برای تو چه زندگی ساخته، وضع اونا رو ببین، وضع فلانی رو ببین، چشم به هم چشمی کردن، وسوسه کردن. این چیز طبیعی است، وجود داره، در هر محیطی احتمال وجودش هست. به اصطلاح مادر شوهر هم خیلی وقتا حسادت میکنه، احساس میکنه که بچه رو من بزرگش کردم، من براش زحمت کشیدم، یه دختری اومد این رو شکارش کرد، دوزیدش، دیگه این پسرم اینقدر که به اصطلاح به همسرش میرسه به من نمیرسه. خب اینو یک نوع حسادتی امکان داره به وجود بیاره در خانواده ها، در مادر شوهرهایی که به اصطلاح این مسائل رو زیاد درک نمی کنند یا پخته نیستند. به هر حال این مسائل به روز میاد، به اصطلاح ایجاد میشه. شیوه برخورد اطرافیان و خیشان به اصطلاح زن با مرد باعث میشه که احیانا مرد واکنش نشون بده. خیشای به اصطلاح زن وقتی که دخالت میکنن یا حرفی میزنن، مرد به اصطلاح احساس میکنه که در حریم شخصیتی اون نوعی دخالت شده و زبان درازی شده، اینجا واکنش نشون میده. اینی که افراد واکنش نشون میدن، خب این هم طبیعی هست، در حال هر یکی حد و مرز خاص خودش رو داره. اما چه باید کرد؟ در این موارد یک موردی که برمیگرده به خود دو تا به اصطلاح همسر که به هر حال این حریم زندگی اونهاست، اینها هستند که این فضا رو یک دیواری از محبت، از عشق و صمیمیت دور به اصطلاح زندگی خودشون میکشن که هر کسی نتونه به اصطلاح سرک بکشه و نتونه در اون زندگی دخالت بکنه. هر کسی میتونه از کنار دیوار رد بشه، یه وزوزی بکنه، اما دیگه اینجا حداقل گوش شنوا براش پیدا نخواهد شد. اینی که
دو تا همسر بدونن که این فضای اونهاست، آینده اونهاست، آینده فرزندان اونهاست و اینها هستند که با هم زندگی میکنن و با هم باید خوب باشن. الان اطرافیان چه میگن، چه به اصطلاح سنگ پرونی میکنن، چه حرفی میپرونن، در حال خداوند دو تا گوش داده، یکی برای شنفتن، یکی هم برای بیرون انداختن به اصطلاح اون چیزایی که نیاز نیست. در ثانی یه موردی که باید هر دو تا هضمش کنند و اون اینه که قانون الهی است، ولا تزر وازرة وزر اخرى، که هیچ کسی گناه دیگری رو برداشت نمیکنه. من مسئول تصرفات خواهرم یا مادرم یا پدرم یا نمیدونم عموم یا داییم یا فلان نیستم. داییم به همسرم فحش داد، بعد گفتش، صورت گرفت، به اصطلاح تلخ مزاجی کرد، الان همسرم حق نداره که این رو به حساب من بیاره. خب فلانی یک کاری کرد، اشتباهی کرد، حالا به من چه ربطی پیدا میکنه؟ چون که خویش من هست، من این مسئولیت به اصطلاح به دوش من نیست. برای من در این به اصطلاح میتونم یه دخالتی بکنم، میتونم به اصطلاح یک واکنشی نشون بدم، میتونم به اصطلاح یه نصیحتی بکنم. در مجموع اینه که به اصطلاح ما بخوایم دهان مردم رو گل بزنیم، این امکان نداره. خب میشه کوچه رو بست، میشه خیابون رو بست، اما نمیشه دهن مردم رو بست. پس این رو یک واقعیت موجود در جامعه محسوب کنیم و زندگی خودمون رو ما خودمون بسازیم. بذار هرچی که افراد هرچی دلشون میخواد بگن. وقتی که افرادی که بسیار تأثیر دارن، مثلا خواهرزن معین یه تأثیری داره، حرفش باعث میشه که زن، به خصوص خانومی که به اصطلاح از نظر شخصیتی مقدار افت داره، ضعیف هست، زود به اصطلاح حرفو میگیره، اینجاست که دیگه نیاز هست که شما یه واکنش شدید بدید، یه واکنشی به اصطلاح که فلانی قدم شما رو چشم ما، شخصیت شما شخصیت برازنده‌ای هست، ما برای شما احترام خاص قائل هستیم، اما یک حد و مرزهایی هست. این حد و مرزها رو شما اگر مراعات کنید، این محبت دوام پیدا خواهد کرد. اگر شما خدای نکرده این مرزبندی ها رو مراعات نکنید، دیگه ما مجبور میشیم که به اصطلاح یه مقدار از شما فاصله بگیریم. و در مسیر زندگی زناشویی این رو باید مد نظر داشته باشند خانم ها و آقایون که هدف حفظ این کیان مقدس زندگی زناشویی است. حالا هر کسی در این مسیر سنگ پردازی میکنه، هر کسی که به اصطلاح ما میبینیم، احساس میکنیم که وجودش باعث زحمت هست، خب دری که به اصطلاح ازش درد سر میاد، بهتر همونه که انسان اون رو ببنده. با مثلا اینی که ما به هر حال اطرافیان بر ما حق و حقوقی دارن، این حق و حقوق رو مراعات میکنیم و در کنار این حق و حقوق افراد که مراعاتشون میکنیم، مسئولیتمون رو تجاهشون به نحو احسن ایفا میکنیم، ادا میکنیم. در کنار این دیگه بهشون اجازه نمیدیم که به اصطلاح در محیط زندگی ما به اصطلاح دخالت بکنند. یک نوع مرزبندی‌های مشخصی رو برایشون میگذاریم. اگر مراعات نکردن دیگه مجبوراً واکنش نشون میدیم، ازشون یه مقداری فاصله میگیریم، روابطمون رو باشون کمتر میکنیم تا این محیط به اصطلاح خانواده، فضای محبت و صمیمیتی که ما میخوایم برای خودمون و برای به اصطلاح آینده فرزندانمون ایجاد کنیم، این خدشه‌دار نشه. حالا جناب دکتر، از این مورد هم که بگذاریم، احیانا یکی از همسران مثلا متوجه وجود یک نقطه ضعفی در رفتار و یا کردار و گفتار همسر خودش میشه. به عنوان نمونه مثلا یک مردی یا خانومی معتاد بوده یا هست یا پنهانی از چشم همسرش مثلا اعتیادی داره به حالا هرچی، یا اینکه یک رفتاری داره، رفتار زننده، یک به هر حال برخوردی، یک سری روابطی داره که این روابط مشکل ساز شده، یا اینکه اینها سبب مشکلاتی بوده که تازه همسر مثلا اینها رو فهمیده. در چنین مواردی چی کار باید کرد؟ الان یک مشکلی هست به خاطر یک برخورد نادرست، به خاطر یک رفتار نادرست و ناشایست از طرف یکی از همسرها، و یا اینکه گذشته‌ای که انجام شده و رفته حتی احیانا
و هنوز تبعاتش پس لرزه های اون باقی مونده. در همچین مواردی وظیفه همسرها چیست و چه کار باید کرد برای حل این مشکلات؟ در مواردی که یک پیش‌زمینه تاریخی که از طرفین دارند، به هر حال این پیش‌زمینه‌ها باید همیشه به فراموشی سپرده بشه. اون چیزی که به صلاح قرار بود ما از همدیگه بدونیم در دوران عقد، حق ما بود که به صلاح تجسس بکنیم، بپرسیم از این ور از اون ور، مطمئن بشیم. حالا وقتی که ما مطمئن شدیم، ما با حال فرد ازدواج کردیم، با اون وضعی که بود و با اون وضعی که ما دیدیم و میبینیم. حالا در گذشته چی بوده، چی کار کرده، یه وقتی نمیدونم رفته خونه همسایه دزدی کرده، یه وقتی رفته خروس همسایه رو برده. این مسائلی هست که به صورت گذشته رفته و بر گذشته ها صلوات. ما مسئول گذشته دیگران نیستیم و اصلا به ما ربطی پیدا نمیکنه. ما حق نداریم حتی از گذشته ها بپرسیم و حتی اطراف هم حق ندارن که گذشته ها اگر یک موردی انحرافی، لغزشی، چیزی بوده اون رو اصلا بیان بکنند و ذکر بکنند و افرادی این ور اون ور هم که به اصطلاح اطلاعی دارند یا شایعی در دهن دارند، حق ندارند اون رو بیان کنند که در صورت بیان کردن از جانب دین برای اونها مجازات‌های بسیار سختی هست و بسیار گناه کبیره هست که شما بیایید مثلا ستری رو که خداوند بر انسانی گذاشته، اون ستر رو بیارید به مثلا برملا کنید، یک عیبی که بود اون رو برملا کنید. حالا اومد ازدواج صورت گرفت. بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت، خانم تازه بعد از مدتی دریافت که این آقا معتاده، سیگاری هست، نمیدونم علیاذ بالله مرتکب گناههای بدی میشه یا شده، یا نمیدونم یک سفرهای مشبوهی میره این ور اون ور، دوستای نابابی داره، یا نمیدونم در نماز و در پایبندی به دینش یه مقداری سست هست و قبل از این یک شخصیت دیگه‌ای برای ما مشخص بود، چون که می اومد خونه ما، بابا نمازی است، این آقا به اصطلاح تا به اصطلاح اذان میشد اصلا خودش میرفت اذان میداد و زورزورکی هم امامت میداد تا بابا ببینه که آقا امام مسجد هم هست. حالا تازه متوجه شدیم که نه آقا این یه وقتی نماز میخونه وقتی نمیخونه. در همچین مواردی ما اول نگاه میکنیم که این لغزش در چه حدی هست. آیا این لغزش قابل تحمل هست؟ میشه با نصیحت، میشه با نمیدونم درمان به گونه اون رو علاجش کنیم و این رو هم بدونیم که هیچ انسانی غیر از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم و انبیا معصوم نیستن. حالا افرادی براشون مثلا درجات گناه مختلف هست، لغزش ها مختلف هست، رفتارهای انحرافات رفتاری مختلف هست. یک فردی مثلا در یک منجلاب سختری میفته، یه مقداری خداوند کسی رو مثلا پوششی گذاشته و مثلا در این فضاها آلوده نشده، در محیط خانوادگی که بوده، در محیط جامعه که بوده، به هر حال بلاهایی سر افراد میاد. حالا این مشکلات وقتی که میاد در محیط خانواده ما با اونها آشنا میشیم، اینی که ما بیاییم به خاطر اینکه طرف به اصطلاح معتاد هست بزنیم یک قانون خانواده‌ای که وجود اومده این رو به هم بزنیم. یا اینکه به اصطلاح طرف نمیدونم یک مشکل معینی در زمانی داشته، آقا به ما گفته بودن که سربازی رفته، نمیدونم کارتش تقلبی است، الان فهمیدیم که سربازی نرفته. این مسائل رو باید باش ساخت، یه جوری حلش کرد. معتادی بیمار هست، چرا نبیاییم به اصطلاح این به اصطلاح بیمار رو درمانش کنیم، به جای اینکه بیاییم به اصطلاح زندگی که ما اون رو با یه زحمتی به وجود آوردیم، یک قانون خانوادگی رو آوردیم، به جای اینکه این رو گرمش کنیم، صمیمیش کنیم، ما بیاییم به اصطلاح این چراغی که برافروخته شده این رو از بین ببریم. یا بعد از مدتی مثلا مرد احساس میکنه که زنش مریض هست، نمیدونم پیر و پژمرده شده به خاطر مسائل معینی، بیماری، یا نمیدونم نازا هست. الان یه جوری با این سازگاری باید بکنیم. به هر حال طرف چیکار میکنه؟ یا میخواد طلاق بده یا میخواد زندگی رو بچرخونه. بهتر نیست که مثلا به گونه ای ما بیایم یه نوع تنازلاتی حتی بکنیم؟ اگه چه اشکال داره که مثلا زن بیاد بگه آقا من مریم رو بخشیدم
آقا من مریم رو بهت میدم و برات به اصطلاح دختر داییم رو خواستگاری میکنم، یه جوری تنازل بکنه، یه جوری به اصطلاح از حق خودش بگذره تا این قانون همچنان بمونه. اگه من لجاجت کنم، شاید طرف مقابل هم لجاجت کنه، من رو حرف خودم نخوام پایین بیام، ایشون هم نخواد پایین بیاد، به اصطلاح این کانون خانواده متلاشی میشه و به اصطلاح از هم میره. ببینید در خود زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما ام المؤمنین سوده رو داریم. یه موقع به اصطلاح خانم سال خورده ای هست، الان احساس میکنه که من در این فضا احساس میکنه که من نقشی رو ندارم، من اصلا انگار که سربار هستم. خب میاد پیش خودشون، از طرف خودشون میاد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، میگه من از حق خودم در معاشرت عاطفی میگذرم، شما به اصطلاح خانمی دارید مثل عایشه، من حق خودم رو به عایشه میدم، چون که من به اصطلاح از این مرحله گذشتم. یه نوع گذشتی میکنه، یه نوع به اصطلاح از خودگذشتگی بروز میده. تا چی؟ تا همچنان این کانون خانوادگی بمونه، همچنان به اصطلاح همسر و ام المؤمنین باقی بمونه. در این حال البته بعضی از لغزش ها غیر قابل تحمل هست، لغزش هایی هست که به اصطلاح طرف به اصطلاح کافر هست، فاسق هست، نمیدونم لیاقت این رو نداره که به اصطلاح شوهر یک زن با شرافتی باشه، یا زن یک انسان یا مرد شریف و با عفتی باشه. یک نوع همچنین لغزش های انحرافی حاد هست که به اصطلاح بر اونها نمیشه صبر کرد. اینه که این خب راهی هم نیست جز اینی که به اصطلاح این قانون از هم جدا بشه، چون که این قانون به اصطلاح در یک قانون سالمی نبود، از ابتدای کار مشخص شد که نه. و در این موارد که احتمال یا امکان استمرار نیست، طلاق هر چه زودتر به اصطلاح صورت بگیره مفیدتر هست، فجایع اون کمتر هست، ضربه‌ای که به طرفین وارد میشه کمتر هست. به هر حال یک نوع تسریح به احسانی میشه، هر دو طرف با یک نوع اتفاق خانواده ها یا اتفاق طرفین که به هر حال یک نوع در این میان یک نوع گول زدن بوده، شما ما رو گول زدید، همچنین مواردی بود که به اصطلاح شما بیان نکردید و این مواردی هست که نمیشه روش صبر کرد و نمیشه باش ساخت. در این موارد به اصطلاح خب طلاق صورت میگیره و هر یکی مسیر خودش رو میره. مواردی که به اصطلاح در خانم ها احیانا پیش میاد که نوعی به اصطلاح سرکشی هست، نوعی به اصطلاح مسائلی هست که شبهه برانگیز هست برای مرد، خروج به اصطلاح بیمورد خانم در وقتهای بیمورد و بدون اطلاع پیشین همسر، تلفن‌های مشبوه، بی‌حجایی، بی احترامی به شوهر، سرد بودن در روابط عاطفی، همه اینها رو وقتی که مرد میبینه خب باید یه نوع واکنش نشون بده. اون واکنش باید معیار اصلی حفظ این قانون باشه، تا جایی که امکان داره این قانون رو باید حفظش کرد. خداوند متعال در این موارد میفرمایند واللاتی تخافون نشوزهن، اون زنهایی که میترسید که اینها به اصطلاح از راه به در برند، فعظوهن، اول اینه که اینا رو نصیحت کنید، پند و اندرز و به هر حال به این سو به اینا رو بفهمونید که مسیر زندگی الان فرق کرده، این مسیر دیگری رو باید طی کنند. در نشد نصیحت کردیم، بعد از اون میاد مرحله طلاق عاطفی یا نمادی از طلاق در کنار به اصطلاح وجود در کنار همدیگر، واهجروهن فی المضاجع، که این بیشترین ضربه عاطفی رو به زن میزنه که هیچ برای من ارزش نداری، هیچ اهتمام نداری، وجودت و عدمت یکسان هست، من میتونم بدون شما و جدا از شما زندگی کنم. خب این باعث میشه که خب یه مقداری عقلها به کار بیفته و طرف فکر کنه که به اصطلاح باید برگرده و باید از اشتباهش دوری کنه. نشد یه نوع تنبیه و ضربوهن،
اگر این مسائل رو شما در پی گرفتی، تنبیه هم شد یا نمیدونم با نصیحت کار جور شد، با یک نوع تهدید طلاق جور شد، فین اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا، اگر اینو اطاعت کردن مسائل حل شد، حالا گذشت کنید و به فراموشی بسپارید. در کل باید هدف این باشه که ما به گونه‌ای بتونیم در کنار هم یک نوع سازگاری رو به وجود بیاریم، یک فضایی از محبت و عشق رو به وجود بیاریم. حالا لغزش هایی صورت میگیره، باید هم صورت میگیره، چون که به هر حال ما در میدان زندگی تنها نیستیم. شیطان ها هستند، انسان های ناباب هستند، دوستان و خویش های حسود و ناباب هستند، افراد زیادی هستند که چشم دیدن آرامش شما رو ندارن، چشم دیدن خوشبختی شما رو ندارن. اینجا شمایید که باید این خوشبختی رو با چنگ و دندون حفظ کنید و بتونید مسیر زندگیتون رو شاد و سعادتمندانه به پیش ببرید. اگر جناب دکتر مشکل اقتصادی بود، شوهر خسیسه، کار نداره، درآمدش کمه، خرج نمیکنه، برای دور و بریا خرج میکنه، برای خانمش خرج نمیکنه، یا خانم ول خرجای آنچنانی داره، نمیدونم ریز و پاش آنچنانی میکنه، وسایل مدل لوازم منزل آن مدلی میخواد، آنچنانی میخواد و خرجهای آنچنانی داره. به هر حال حالا آقا یه جوری صحبت میکنه، گلایه میکنه، خانم یه مدل دیگه گلایه میکنه از شوهر خودش، و به نظر میاد مشکل حول محور اقتصاد میچرخه و درآمد و پول. همچین مشکلاتی رو چیکار باید کرد؟ در قضایای اقتصادی الحمدلله در جوامع این مسائل بیشتر در فضایی که مرد قوام هست، مرد مسئولیت اداره و مدیریت خانواده رو داره، خیلی کم این موارد به وجود میاد، چون که به هر حال اون درآمدی که مرد داره بیشتر در دست خانواده هست، چیزی نداره که مثلا بتونه از همسرش پنهانش کنه یا به هر حال در محیط خانوادگی کوتاهی کنه. مواردی هست که مثلا قضیه مهریه است که مثلا مهریه‌های بلند و سخت بر مرد میذارن که مرد باز نتونه اینا رو ادا کنه، ندادن مهریه، وسوسه اطرافیان، اینا که مثلا حقته و واقعا هم حقش هست، در حال حق زن هست و واجبه بر مرد که مهریه رو ادا کنه. حالا بنا به دلایلی مرد نمیتونه یا احساس میکنه اگر من این مهریه رو از سرمایه زندگیم بردارم، کل تجارتم، کل زندگیم فلج میشه، یه نوع تأخیر میندازه یا وعده میده، اینا باعث میشه که مثلا یک نوع بگو مگوها، یک نوع به هر حال مشکلاتی به وجود بیاد. اما در کل مرد مسئول اداره اقتصادی خانواده هست و قوامیت مرد که از اسبابش همین هست. خداوند متعال الرجال قوامون علی النساء قرار داده، یکی از اسبابش همین است به ما انفقوا من اموالهم، به خاطر اینکه از مال و داراییشون در گذران این زندگی اونها به اصطلاح سرمایه میذارن. اما یه موردی پیش میاد که این در خانواده ها بسیار هست متاسفانه، به خصوص در سالهای اخیر که روند به اصطلاح دو موتوره شدن خانواده زیاد شده که آقا ما نمیتونیم با یه موتور بچرخونیم، باید زنم کار کنه مردم کار کنه، و بیشتر زنها الان تمایلشون رو این هست که به اصطلاح ما کار بکنیم. چرا؟ چون یک بافت فرهنگی داره به جامعه های ما تحمیل میشه که زنها کار میکنن، درآمد دارن، به روی همدیگه پوز میدن، به اصطلاح فرهنگ سازی که از سوی رسانه ها میشه روی همین به اصطلاح زیاد پررنگ میکنه قضیه کارمند بودن خانم ها رو. خب از زن هم که کارمند شد الان خب در ابتدای زندگی با هم یک نوع تفاهمی هست، اصلا این مسائل مطرح نیست، اما یه وقتی میاد که در یه بگوی کوچیک اینجاست که دیگه زن احساس میکنه که بله من در ساختن فضای مادی این خانواده سهم دارم، با وجود اینی که من سهم دارم الان داره به من ظلم میشه، رو من به اصطلاح صدا بلند میشه، نباید این کار بشه، من دارم از خود گذشتگی میکنم. این موارد و یادش میره که به اصطلاح
کار کردن زن در واقع یک نوع از خودگذشتگی است از مردی که اجازه داده زنش کار بکنه، از خیلی از آرامشش گذشته، از خیلی از حقش در زندگی زناشویی گذشته. حالا که این کوتاهی هایی که زن به اصطلاح در مسیر مدیریت خانه بر عهده‌اش هست، اینها رو به اصطلاح این کوتاهی ها رو انجام میده، در مقابل یک نوع به اصطلاح همکاری داره در روند به اصطلاح زندگی خانواده و روند اقتصادی این خانه. در این موارد به هر حال طرفین باید یک نوع تفاهمی داشته باشند که کار زن به خاطر چی هست؟ به خاطر اینی که فضای خانواده از نظر مادی یه مقداری رفاهش بیشتر باشه. حالا که قرار است شما برای رفاه این خانواده کار بکنید و این رفاهتون در به هر حال هزینه دیگه رو از خانه میگیره که اون امنیت خانواده است، اون آرامشش هست، اون صمیمیتش هست، اون مدیریت مسئولیتی که به اصطلاح همسر در مدیریت خانه داره، همه اینها رو ضایع کردی به خاطر یک چندرغاز پولی که به این خانه میاری. دیگه این نباید باعث بشه که خانواده ها به هم بخورن و فضای صمیمیت از بین بره. به خصوص این در مواردی به وجود میاد که یک خونه‌ای بخوام بخریم، یک ماشینی بخوام بخریم، یه چیز بزرگی که به اصطلاح هزینه بر هست، اینجاست که دیگه خب نیاز هست که هر دو طرف سهمیه بذارن. در این موارد بهترین راه حل این هست که به اصطلاح اینها ثبت بشه، اینا نوشته بشه، شاهدی هم برش باشه که این خونه رو به اصطلاح خریدیم، 2/3 پول خانم هست، 1/3 پول آقاست، که فردایی اگر مشکلی به وجود اومد به هر حال همه چیز ثبت شده است، وجود داره. ماشینی خریدیم، چیز بزرگی خریدیم. اما در مسائل ریزه میزه‌ای که در خانه هست، یا از ابتدای کار باید روش اتفاق بشه که خانم کار میکنه و هیچی به اصطلاح از پولش، از سرمایه‌اش رو در زندگی نمیگذاره. بله آقا قبول کرد، تموم شد رفت. یا اتفاق بر این شد که نه شما کار میکنید، منم کار میکنم، این هزینه زندگیمون هست، زندگیمون رو میچرخونیم. در اینجا دیگه هیچ گونه توقعاتی به وجود نیاد. اما متاسفانه این توقعات به وجود میاد وقتی که یک نوع مشکلی به وجود میاد در داخل خانواده، یک نوع زن احساس میکنه که یک نوع فشار مضاعفی بر اون از طرف آقا هست، یا مثلا شایعه‌ای افتاده که به اصطلاح شوهر میخواد زن بگیره. در این موارد خیلی از این اتفاقات میفته، چون که مثلا شوهر از نظر عاطفی اشباع نمیشه به اون حقی که به اصطلاح براش اصلا اصولا شوهرها تمایل به بیشتر از یک همسر رو دارن. الان که این همسر یه همسر کامل نشد، یه مقداری به اصطلاح فضای کار اون رو ذوب کرده. این در این موارد بیشتر اتفاق میفته که شوهر در فکر به اصطلاح ازدواج مجدد شد. اگر همچنین فکری در ذهن شوهر افتاد یا همچنین خوابی کسی براش دیده بود، دیگه این باعث میشه که خانم از کوره در بره و به اصطلاح این فضا کاملا بحرانی بشه. در همین موارد باید این رو مد نظر داشته باشیم که در موارد اقتصادی تکیه بیشتر بر آقایون هست. پرداخت مهریه این حقش هست، و آتوا النساء صدقاتهن نحله، باید که به اصطلاح مهریه پرداخت بشه. حالا طبق یک اتفاق معینی، یه چیزی مقدما، یه چیزی نمیدونم معجلا، این تعجیل کی بشه، چگونه بشه، این رو به اصطلاح میشه روش به اصطلاح اتفاق کرد حسب قدرت مرد. و در قضای به اصطلاح خانه و مدیریت اقتصادی خانه، خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مرد در حد توانش سهم میذاره و خانواده و زن به هر حال بیشتر از توان مرد نباید انتظار داشته باشند و نباید روش به اصطلاح فشار مضاعفی بیارن که خدایی نکرده این مجبور بشه بره قرض بگیره، بره نمیدونم راههای
درآمدهای کذایی و درآمدهای حرام کشیده بشه که کل قانون خانواده وقتی که خدای نکرده تو اون خانه یک قرون حرام اومد، دیگه کل برکت از اون خانواده میره و خانواده به فساد و به دربدری کشیده میشه. جناب دکتر، موضوع دیگه که قابل به هر حال بحث و تأمل هست، موضوع بحث خود اداره خونه هم هست. حالا خود شیوه اداره خونه و در یک فضای داخل خونه که حالا بحث اداره مادیش، حالا بحث اقتصادیش خب یک موضوع بود، فقط شما بهش اشاره مبسوطی فرمودید. حالا در کل اداره زندگی، اداره خونه، شیوه اداره به چه شکلی باید باشه، تصمیم گیری ها در فضای این خانواده. به هر حال بعضی وقتها آقا برای خودش حرف داره، خانم برای خودش حرف داره، آقا تحصیلات داره، خانم مدرکی شاید بیشتر از اون هم داشته باشه و اگر آقا خودش رو 2 من میبینه، خانم 4 من میبینه. حالا اینجا چیکار باید کرد؟ راه حل چیست؟ بله، متاسفانه این مسائل بسیار تافهی هم که هیچ بی ارزش هست در محیط برخی از خانواده ها به وجود میاد که این برمیگرده به تربیت خانوادگی که از طرفین داشتن، یعنی یک نوع غرور نابجایی که به وجود میاد به خاطر تحصیلات، به خاطر نمیدونم درآمدی که همسر داره، به خاطر یک نوع ضعفی که در خود مرد هست، بیمار هست، درآمد نداره، کار نداره، معتاد هست. به هر حال کیه که اینجا تصمیم میگیره؟ خب بگو به وجود میاد که نه، خیلی مسائل بسیار ساده که نمیدونم بریم خونه فلانی یا نریم خونه علانی، نمیدونم روز تعطیل چه کار کنیم، چه کار نکنیم، کی غذا بخوریم، کی نخوریم، کجا سفر بریم، کجا نریم. این مسائل بسیار ساده و پیش پا افتاده میتونه مشکل ساز بشه، افراد با هم لج کنن و در این موارد بهتر همون هست که به اصطلاح بگیم این یه راه حلی بذاریم، یه راه حل ساده. اگه قراره که به اصطلاح شوهر فرماندار این خونه باشه، خب بیایید هر چی که شوهر گفت نه قبول نمیکنه، خانم قبول نداره، خب قرعه کشی میکنیم. با قرعه کشی هر به اصطلاح مشکل رو حل میکنیم، با انتخابات مشکل رو حل میکنیم. 2 تا 3 تا بچه داریم، با بچه ها همه به اصطلاح انتخابات میکنیم که امروز بریم پارک یا بریم نمیدونم خونه مادر بزرگ. خب هر چی به اصطلاح قرعه به اصطلاح اومد، یه راه حلی در یه وقتی که به اصطلاح یه نوعی تفاهم هست، با هم یه راه حلی اتفاق میکنیم. با اون راه حل این مشکلات به اصطلاح بسیار ساده رو به اصطلاح از سر راهمون دور میکنیم تا خدای نکرده این باعث نشه که فضای خانواده فضای به اصطلاح ناسازگاری باشه و فضای به اصطلاح تنش‌آوری باشه. اگر خود همین بچه‌ها سبب مشکل بودن چی؟ حالا بعضی وقتا خود بچه‌ها و نحوه تعامل پدر مادر با بچه‌ها، پدر از رفتار مادر با بچه راضی نیست، مادر حالا پدر بیشتر از تربیت مادر ناراضه و مادر از نحوه برخورد تند پدر ناراضه. این اونو متهم میکنه که تو فلانی رو خراب کردی، اون میگه تو فلانی رو خراب کردی، تو بهش رو دادی، تو اینطوری کردی، تو اونطوری کردی. اینا رو چیکار کنیم؟ بله، متاسفانه بچه‌ها در خیلی از خانواده ها باعث دردسر میشن. بچه‌ای که میوه زندگی است، بچه‌ای که به اصطلاح باید باعث سعادت یک خانواده، باعث خوشی ها باشه، یکی از نعمت های بسیار بسیار پر ارزش الهی و یکی از اهدافی که طرفین با هم ازدواج کردند. حالا بچه دار بشیم نشیم، نمیدونم چند تا بچه بیاریم چند تا نیاریم، این خودش یه مشکل هست که با هم به اصطلاح خیلی از همسران به دعوا میافتند و در خیلی موارد به اصطلاح به طلاق میکشه به اصطلاح این فضای به اصطلاح متشنج. یا نحوه تربیت فرزند که زن روی تربیت فرزندها ایراد داره و همه مسئولیت رو میندازه روی دوش شوهر و شوهر که به اصطلاح کلاً مسئولیت رو به همسر شما سپرده به خاطر به اصطلاح مشغولیت‌های خارج از خانه، به خاطر کم بوده به اصطلاح رابطه‌شون با فرزندان. اصلا بچه‌هاشو خیلی وقتا چند روز اتفاق میفته بچه‌هاش اصلا نمیبینه، از خونه میاد بچه‌ها خوابند،
سر کار میره، هنوز بچه ها بیدار نشدن. خب در این موارد خب مرد همیشه مسئولیت رو میندازه روی شونه زن و بگو مگو میشه. یه موردی که باید مد نظر باشه و اینی که این اختلافات اگر به وجود میاد نباید جلوی روی فرزندان باشه. نباید پدر و مادر اگر اختلافی دارند، اگر با هم جنگ و دعوایی دارند، این جنگ و دعوا جلوی بچه ها باشه. این مورد چون که تأثیر بسیار بدی روی فرزندان، روی آیندهشون، روی تربیتشون و روی آینده زندگیشون حتی میذاره. خیلی از افراد الان تو زندگیشون به اصطلاح خیلی از شوهرها و خانمها فتوکپی اون فضایی هستن که در خانوادهشون دیدن. به اصطلاح زن مادر نماست و شوهر پدر نما. اونجا دعوا میکرد باباش، اینم یاد گرفته، باباش نمیدونم ناسزا میگفت، اینم یاد گرفته. این موارد رو باید مد نظر داشته باشیم تا روی تربیت فرزندانمون تأثیر منفی نگذاریم. یه مورد دیگه اینه که خب حالا که یک اختلافی هست این رو چطور حل کنیم؟ این که باید در توجه داشته باشیم که همه ما مسئولیم در قبال فرزندانمون. خب این مسئولیت بنا به محیط خانواده و وضعیت خانواده فرق میکنه. در خانواده‌ای هست که پدر مسئولیتش بیشتر هست، در خانواده‌ای هست که مادر مسئولیتش بیشتر هست. اما باید مد نظر داشته باشیم که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مؤمنان شما خودتون و فرزندانتون رو از آتش جهنم برحذر داشتید. قضیه تربیت فرزندان خیلی مهم است و همه در قبال اون مسئولند. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیت. همه شما مسئولیت دارید در مقابل اون زیر دستانتون و هر انسانی رو که خداوند متعال یک زیر دستی براش قرار داد و مرد و به اون زیر دستش کلک زده بود، گول زده بود، یعنی اون رو تربیت درست نکرده بود و راه رسم درست رو بهش یاد نداده بود، و در روز قیامت اون به اصطلاح از جهنمیان خواهد شد، همونطور که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید. پس ما در قبال فرزندانمون مسئولیت بسیار بزرگی داریم. اینی که فرزندان رو تربیت کنیم، اونها رو با خدا آشنا کنیم، انس بدیم، با قرآن خدا انس بدیم، با در مورد تعلیم و تربیت اونها کوشا باشیم. این وظیفه هم وظیفه پدر هست، هم وظیفه مادر. اگر کوتاهی صورت گرفت، حالا کوتاهی از هر که باشه، به جای اینکه ما بیایم دور سر هم دیگه بپریم، باید با هم بشینیم در فکر این باشیم که چطور این کوتاهی رو برطرف کنیم. حالا اگر بچه منحرف شد یا در به طرف انحراف میره یا سلوکی داره که ما ازش راضی نیستیم، به جای اینکه بیایم به سر هم دیگه بزنیم، آیا بهتر نیست که بشینیم با هم بگیم که به اصطلاح حالا یک اشتباهی شده، یک به اصطلاح کوتاهی از من یا از شما شده، الان راه حل چیه؟ چطور بیایم به اصطلاح این مشکلی که به وجود آمده رو حل کنیم؟ حالا جناب دکتر از این موضوعات هم اگر بگذاریم، شاید از حادترین مواردی که در مشکلات زناشویی مشاهده میشه و کمتر به اون پرداخته شده مسئله بحث زن دوم باشه و حالا بدون تعارف راحت بخوایم صحبت بکنیم، وقتی که مرد ازدواج دوم میکنه و به هر حال به کانون خانواده یک خانم جدید اضافه میشه، حالا مشکلی ایجاد میشه در بین این دو خانومی که در داخل خانه هستن، حالا نحوه تعامل خودشون با هم دیگه یا در تعامل خانم اول با شوهر. همچین مشکلاتی رو چگونه میشه حلش کرد؟ از کجا باید شروع کرد؟ بالاخره یک اتفاقی افتاده دیگه، بالاخره هستن الان 3 نفر در یک فضای مشترک با هم زندگی میکنن و مشکلاتی به مشاهده میشه که این مشکلات هر 3 نفر رو اذیت میکنه. راه حل چیست؟ یه موردی هست که باید آقایون زیاد بهش توجه داشته باشن و اون اینی که واکنش شدید زن در مقابل به اصطلاح تعدد و یه همسر دیگه‌ای به اصطلاح یا هوایی که به اصطلاح شوهرش بخواد وارد خونه بکنه،
واکنش شدیدش چیز کاملا طبیعی است و این بیانگر فطرت یک زن هست. یک زنی اگر همچنین واکنشی نشون نداد، حالا به خاطر یک رشد آگاهی و دیانت عالی که داره، خب این موارد استثنایی است و خیلی کم هست، اما به صورت بسیار طبیعی است. چرا؟ چون که این فطرت الهی است که برای زن چنین آفریده که زن در قلب یک زن یک مرد بیشتر جا نمیگیره. واسه همین با این فطرت داره نگاه میکنه که امکان نداره که در یک قلب مرد مثلا بیش از یک زن جا بگیره. در نتیجه احساس میکنه که مردش داره ازش دزدیده میشه، داره از دل مردش، اون کسی که به اصطلاح سایه زندگیش بود، اون کسی که شریک زندگیش بود، الان داره پرت میشه بیرون. خب داره الان از حق مسلمه خودش دفاع میکنه. برای همینه که برای زنها این خیلی مشکله که تحمل کنن شوهرشون زن میگیره یا حرف از زن دوم میزنه یا حداقل اشارتاً میرسونه که من میخوام زن بگیرم، یا در فکر طور کرده یا نمیدونم تو خواب دیده. همه اینها باعث میشه که به اصطلاح زن واکنش نشون میده و این واکنش کاملا طبیعی است. برای همین آقایون نباید این مسئله رو اصلا تو خانواده مطرح کنن که مثلا میخواد زن بگیره یا نمیدونم حتی اگر در نیتش صادق باشه. حالا که صادق نیست یا مثلا میخواد شوخی کنه، میخواد نمیدونم یه نوع فشاری برای خانمش بیاره، میخواد یه نوع به شیوه خانمش رو تربیت کنه، یک کم و کاستی هایی در خانمش هست، به اون رسیدگی نمیکنه. هی مثلا مرد میگه که مثلا یک زنی میگیرم با این ویژگی ها، در واقع نمیخواد زن بگیری، اصلا در تصورش نیست، اما فقط میخواد که به اصطلاح به خانمش برسونه که در این موارد شما کوتاهی دارید. به هر حال این یه موردی هست. اما به صورت عموم بهتر این است که این موارد اصلا در خانه مطرح نشه، چون این که به اصطلاح زن دوم گرفتن یه شعار یا یک حرف نیست، این یک کار فعالیت فیزیکی است، یه فعالیت به اصطلاح گفتاری نیست. خب کسی که در واقعا میخواد زن بگیره خب میره زن میگیره. حالا وقتی که زن گرفت، این واکنش زن اول، واکنش تندش کاملا طبیعی است، باید اون با اون به صورت طبیعی برخورد کنه. مثل یه بیمار وقتی که مثلا ما میدونیم که فلانی بیمار هست، واکنش نشون میده، ما رو حتی سیلی میزنه، حتی رو ما پرخاش میکنه، ما هیچی نمیگیم، لبخند میزنیم، میدونیم که این یه حالت طبیعی است، یعنی این به اصطلاح وقت طبیعی است. تا وقتی که اون زن خشمش فروکش بکنه، باید با نرمی به اصطلاح باش برخورد کنه، با خوبی باش برخورد کنه، بهش احساس بده که به اصطلاح زن دیگه هرگز نتونسته جای اون رو بگیره یا به اصطلاح باعث بشه که اون رابطه‌ای که بین اونها هست سردتر بشه. اما به هر حال بنا به مواردی، حالا نیاز بود یا اصلاح جامعه مطرح بود یا کمک به دیگران مطرح بود، هر به اصطلاح مواردی بود، ایشون یه زن دیگه گرفت. و یه نقطه که مهم هست و اون اینی که بین این همسراش تا حد امکان عدالت رو رعایت کنه، رسیدگی به هر دوتاش در همه زمینه‌هایی که مقدور هست، زمینه‌های به اصطلاح اقتصادی است، رسیدگی به اصطلاح حق رسیدگی به اون چه از نظر عاطفی و چه از نظر به اصطلاح رفت و آمد و در کنار این اون بودن، به هر حال در تا حد امکان اگر وضع اقتصادیش اجازه میده فضایی به وجود بیار که اینها با هم تشنج بسیار نداشته باشن، توی خونه مثلا نباشن. اگر قراره توی خونه باشن حداقل با رضایت طرفین باشه که وضع اقتصادی اجازه نمیده، وضع ما فعلا چنین هست، ما مجبورن توی خونه زندگی میکنیم و طرفین هم دیگه ما مجبورن که با این وضع بسازند و باید هم بسازند. این مسائل رو باید به یک نوع به اصطلاح بیشتر به داد و ستد میمونه، با یک نوع رضایت، کسب رضایت. حالا این کسب رضایت میخواد با یک نوع
پرداخت هزینه باشه، با یک نوع مثلا ابراز محبت خاص باشه، با یک نوع گذشت باشه. در حال این جو رو باید حفظش کنیم و نذاریم که خدای نکرده به خصوص در همچین موارد به اصطلاح انسان‌های حسود زیاد فعال میشن. خیلی ها حسودوش میشن. خیلی از مردم میبینید که به اصطلاح کسی که به اصطلاح زن دوم یا سوم یا چهارم گرفته، هی هر جا میشینن حرف نقل مجلس مرداست. اینا کدوم مردا هستن؟ همون آدمای حسود. اینا هم دلشون میخواد زن بگیرن اما جرأتش رو ندارن دیگه، میخوان به اصطلاح گرد و خاک بذارن تو فضای کسی دیگه. یا خانم ها به خاطر اینی که به اصطلاح خدایی نکرده که این موردی که پیش اومده گرد و خاکش بیاد تو خونه اونها و همسرشون هم همچنین فکری بکنه، میبینید که از این فضای این خونه، از همه چیز این خونه فردی که دوتا زن گرفته اینا اطلاع دارن. حالا هیچی اطلاع ندارن اما چی؟ میان یه دشمنی هایی درست میکنن، یه حرف هایی درست میکنن، یک چخان هایی درست میکنن که انگار که خونه فلانی که دوتا همسر داره اونجا جنگ رستم و سهراب هست دیگه، اونجا صلح و آرامش نیست، اونجا گرگندمیش. به هر حال میخواد که اینجور فضایی رو وجود بیاره که تا شوهرش فکر نکنه که به اصطلاح یک اشتباهی از اون سر بزنه. به هر حال اینا به وجود میاد. خب این حرفا هم به اون خانواده ها منتقل میشه، به بگوها میرسه. باید کسایی که به اصطلاح در همچنین وضعی هستند، با این فرهنگ سازی به هر حال نشده در جامعه ما، بیان با این بسازن، چون که خودشون به اصطلاح یک حرکت خارج از اون عرف جامعه انجام دادن. حرکت هرچند که نیتش بسیار خوب بوده و نیتی در پیش خداوند متعال اجر و پاداشون هرگز ضایع نمیشه و این هم جزئی از این ابتلا و آزمایش هست. اونهایی که میخوان جامعه رو عوض کنن خب باید هزینه بدن، چون اینا همیشه در کادر رهبری قرار دارن. اینها افرادی هستند که به اصطلاح برای خودشون این مرحله عالی از انسانیت و از تفانی و از گذشت رو انتخاب کردن، پیش خداوند بسیار عزیز هستن. در نتیجه خب آزمایششون هم مشکل تر هست. به هر حال آزمایش های الهی برای انسان های نیک بیشتر هست. بیشترین افرادی که آزمایش شدن پیامبران هستند، بعد از اون افرادی که راه های پیامبران رو ادامه دادن و مثل پیامبران بودن. برای همین ما در مسیر زندگی هیچ پیامبری رو نداریم و هیچ صحابه‌ای رو نداریم، هیچی که از افراد بزرگ تاریخ رو نداریم، مگر اینکه در کنار بیش از یک همسر بوده. حالا جناب دکتر کمتر از 5 دقیقه ما به پایان برنامه فرصت داریم. من دوست دارم که این چند دقیقه رو شما توصیه هایی که به خواهرانی که در این فضا زندگی میکنن دارید. حالا مثلا خب شما خطاب به آقایی که چند همسر داره صحبت کردید، اما اگر بخواید درباره همسرانی که در این فضا هستن و احیانا با هم مشکل دارن در این فضای مشترک چند نفره زندگی زناشویی، خطاب به حالا هوو میگید، همباغ میگید، حالا به تعبیرات مختلفی که در جامعه فارسی زبان ما هست، خطاب به این خواهران اگر توصیه هایی دارید در این چند دقیقه پایانی از شما بشنویم. اولا من به این خواهران تبریک میگم، واقعا از ته قلب تبریک میگم. این که به اصطلاح خداوند متعال به شما این فضا رو داده که یک خواهر دیگه در کنار خودتون داشته باشید، یا 2 تا یا 3 تا خواهر دیگه. به اصطلاح همیشه یادتون باشه شما در یک محیطی هستید که به اصطلاح خداوند شما رو از دیگران به اصطلاح مثل دیگران نیستید. شما یک خانه‌ای دارید که در اون 2 تا مادر هست، در اون 3 تا مادر هست، 4 تا مادر هست. یعنی فرصتی اینی که فرزندتون بیش از یک مادر داشته باشه برای شما مهیا هست، برای دیگران نیست. فرصتی اینی که شما بار مسئولیتی که در قبال شوهرتون داشتید، این بار از شما، از شونه شما به 2 تا شونه یا 3 تا شونه منتقل شده، یعنی این بار بر شما کمتر شده. این فرصت برای همه مهیا نیست. این شوهری که به اصطلاح شما دارید، این شوهر با این قلب بزرگی که میخواد به جامعه خدمت کنه، میخواد که به اصطلاح باری از این جامعه رو
به دوش بکشه، همچنین شوهری برای هر کسی مهیا نیست. این فرصت به شما داده شده که شما در این عبادت بزرگ با شوهرتون شریک بشید. حالا میل خودتون میخواید در این مسیر با شوهرت شریک بشی و اجر بزرگ رو کسب کنی، میخوای نه، میخوای سد راه باشی، میخوای نمیدونم میخوای راه باشی، میخوای نمیدونم موی دماغ باشی و دردسر درست کنی. حالا دردسر درست کردی، نتیجهش چه خواهد شد؟ نتیجهش ببینید هرگز وقتی که انسانی میاد بیش از ازدواج میکنه، در واقع این مسائل براش جلو روش هست، قضیه عدالت هست، همه اینا مد نظرش هست، همه این فضای محبت رو در قلبش تقسیم بندی کرده. بدی شما، واکنش زشت شما، نمیدونم نق زدن شما، اینا باعث میشه که چی؟ شما این فضایی که برای شما در قلب شوهرت هست این رو کم کم جاشو خالی کنی و یکی دیگر از همسران که خوش زبانتر هست، خوش اخلاقتر هست از شما، اون فضا رو به اصطلاح اشغال کنه. شما کم کم طرد میشید و خودتون رو نگاه کنید. طلاق و دوری از این محیط و نمیدونم زندگی بدور از شوهر یا زندگی یک طلاق عاطفی حداقل که در اون اگر شوهر خیلی مروت کنه و شما رو نگه داره، این براتون بهتره یا اینی که یک فضای بهشتی در خانوادهتون به وجود بیارید؟ و یه موردی هم که هست، یه حق بسیار بزرگی جامعه بر همچنین خانواده هایی داره، بر همچنین آقایون و بر همچنین خانم هایی، که این حق جامعه خیلی حق مهمی هست که روز قیامت بازخواست میشی. الان کل اطرافیان، کل جامعه چارچشمی دارن شما رو نگاه میکنن. هر گونه لغزش، هر گونه اشتباه به اصطلاح در برخورد شما باعث میشه که مردم این رو یک کلاغ چرکلاغ کنن. این عبادت بزرگی که شوهر شما اون رو انجام داده، یه باری رو از جامعه برداشته، شما با تصرف نادرستتون باعث میشید که خب دیگران این کار رو نکنن، بترسن که واقعا من اگه بخوام ازدواج کنم مثل خونه فلانی میشم، خب مثل خانم فلانی میشه. خب این باعث میشه که شوهرهای دیگه، مردای دیگه این جرأت رو پیدا نکنن تا چیزی از این بار سنگین جامعه، این دخترهایی که موندن، این بیوه‌زن‌هایی که موندن، اینایی که سرپناه میخوان، اینایی که لباس میخوان، اینها رو شما با تصرف نادرستتون یه فتنه شدید، یه سد راه شدید و این خب گناه بزرگی هست و خدای نکرده در شأن یک انسان و یک خانم مؤمن و یک خانم که تو قلبش محبت انسانیت هست و دلش برای دیگران میسوزه، در شأن همچنین خانمی نیست. خیلی ممنونم جناب دکتر و یقینا میدونم که این صحبت‌های ما و شما برای خیلی از خواهران تحملش سخت بود، اما برای خواهرانی که شوهرشون ازدواج دوم یا سوم داشتن خطاب ما این بزرگواران بودن و به هر حال اتفاقی افتاده و در محیط زندگی توصیه‌هایی رو که جناب دکتر فرمودند فقط به خاطر بهتر زندگی کردن هست و یقینا این خواهران بهتر متوجه میشن که خطاب جناب دکتر چیست و منظور جناب دکتر از این صحبت‌ها چه بود. جناب دکتر فقط صحبت پایانی شما رو با بینندگان عزیز میشنویم در چند ثانیه‌ای. از همه شما عزیزانی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید کمال سپاس رو دارم و امیدوارم همه با هم دوش هم سعی کنیم، هم خانواده های خودمون، هم فضای خانواده خودمون و هم اطرافیان، خیشان، همسایگان، همه ی فضای خانواده ها رو فضایی از محبت، صمیمیت، عشق و عاطفه کنیم تا در این دنیا هم شاد زندگی کنیم و با سعادت و هم رضایت الهی رو به دست بیاریم و در بهشت برین هم کنار هم دیگه باشیم. آمین آمین آمین. تشکر میکنم از شما جناب دکتر، همچنین از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. تشکر خاص از احمد جان، فرید، مرین احمد و رفیع الله و محمد جان عزیز و مهندس ثنا الله در کنترل. و تا برنامه بعد همه شما خوبان و عزیزان رو به الله متعال میسپارم و التماس دعای خیر داریم از همه شما خوبان برای خودمون، برای همراهانمون، همکارانمون، کل امت اسلامی و علل خصوص گذشتگان ما و شما از این امت. الله رو نگهدارش.